توی این قسمت دیگه با کتاب شروع میکنیم. فکر میکنم هر توضیحات لازمی که بود رو برای شروع حداقل توی قسمت قبل توضیح دادم و خود کتاب هم بگم چطور پیش میریم. خود کتاب به چند دسته تقسیم میشه. A، آره دیگه A B C D و حالا یه گراماتیک اکسپرس و یه لیزن اکسپرس بود یا اکسترا، یادم نیست. در کل ما اینها رو به این بخش ها تبدیل میکنیم، یعنی هر ویدیو میشه مثلا سکشن A، سکشن B، C، D، گراماتیک اکسپرس و حالا اون تکستی هم که در آخر داریم، اون دوتا هم با هم. اوکی، این برای این بود که حالا شما دستون بیاد که دسته بندی ویدیو بر چه اساسه. خب دیگه بریم سراغ کتاب. از به بسم الله شروع میکنیم. چیز صفحه ساده ایه، نکته خاصی نداره، ولی در حال چیزی که باید کارش کنیم. خب میبینیم که توی این تصویر اولی که داریم چندین نفر که جمعیان نشستن و دارن عملا خودشون رو معرفی میکنن. میبینید اینجا الان داره میگه mein Name ist، اسم من هست، حالا مثلا این رو میگیم این نیناست، مثلا mein Name ist نینا. مثلا این میگیم هایسه که حالا تو قسمت قبل داشتیم میشه چی؟ نامیده شدن. ich heiße، من نامیده میشوم، مثلا دیوید. عذرخواهی میکنم بابت خط زیبام. و حالا مثلا این آقا هم داره میگه ich heiße مثلا الکس، هر چی که میخوایم بذاریم مهم نیست حالا آنچنان. اینو فقط بنویسیم الکس. و اینجا هم خانم هم داره میگه مثلا ich heiße هرچی. و حالا اینجا ما خودمون رو معرفی کردیم، میخوایم بپرسیم اسم تو چیه. wie heißt du. وی که اینجا هست عملا چی خودمونه، یعنی اگه بخوایم این رو بنویسیم به فارسی میشه چی نامیده میشوی تو. اینجا میتونم براتون بنویسم wie heißt du. و حالا اگه میخواستیم محترمانه بگیم بود داشتیم دیگه حالت محترمانه wie heißen Sie. چی نامیده میشوید شما. میبینید که این زی رو هم باعث بزرگ نوشتم. اوکی. دیگه اینجا چی؟ اینجا هم الان فقط آلم کورس زوپا، فوق‌العاده، فوق‌العاده است. آلم کورس تمامی در کلاس، همچین جوری ترجمهش میشه کرد. حالا به هر حال این رو اگه بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم آله ایم کورس، همه در کلاس. و spricht کی، حالا این خط انداخت. چطور خط انداخت؟ میخواست قاطی شد. خب این قاطی کرد مثل این که. یه لحظه. خب برگشتیم. عذرخواهی میکنم، نمیدونم چه شد. مثلا من قلم رو بیارم. خب قرمز کنیم. alle im Kurs، همه در کلاس. wer spricht، wer میشه به معنای کی. الان ما یه وی دیدیم که به معنای چی هست، یه ور داریم که به معنای کی هست و یه و داریم که به معنای کجا هست. حالا من این رو هم اون کنار می نویسم. به اینها میگن وفراگه. وی و و اینا وفراگه هستن. من اینو اینجا بنویسم. تو آلمانی به اینا میگیم وفراگه که شامل وی و و هست. وی چی، و و ببخشید و کی و و کجا. اوکی. خب برگردیم سراغ متن.
الان این هم که دارم میگم، باز میگم شما تا چند درس اول عملا بیشتر جنبه آشناییت داره. اوکی؟ حتما نگین که من الان این رو یاد بگیرم. اوکی، کلمه به کلمه یاد میگیرین، خیلی هم عالیه، ولی تو همین جمله هم یه سری قاعده هست که شما اینها رو جلوتر یاد میگیرین. در نتیجه مثلا شما الان این ایم، چرا ایمه؟ میدونید؟ فقط سعی کنید که بفهمید چی داره میگه. فعلا حفظ کنید یا آشنا بشید بهتره بگم، تا جلوتر که میریم وقتی که به قواعدش رسیدیم خیلی اینا براتون واضح‌تر میشه که چرا چی چطوره. اوکی؟ خب همه در کلاس کی صحبت میکنن. hören und unterstreichen sie. گوش کنید و خط بکشید زیرش شما. حالا میگه خط بکشید زیرش شما. الان یکی حالا صوت پخش میشه، این صوت مهم نیستن ولی خب خودشونو معرفی میکنن و شما یه خط میکشید. hören Sie noch einmal. گوش کنید شما دوباره، یک بار دیگر دقیق‌ترشه. و ergänzen Sie die Namen. و پر کنید اسامی رو. این فکر کنم مربوط به اینه، یعنی گوش میدید اینجا مینویسید. خب اینجا الان داره میگه توی Aufgabe 3 machen Sie Namensschilder. میگه که بسازید، machen ساختن، بسازید شما یه همچین برگه، Namensschilder. Namensschilder بعد بگیم درست داره، یعنی یه برگه بیارید و روش اسمتون رو بنویسید. schreiben Sie Ihre Vorname. اسم کوچیکتون رو بنویسید و تحت لفظی schreiben نوشتن، بنویسید شما اسم کوچیکتون رو. ایره ضمیر ملکیه و یعنی اسم کوچیک خودتون رو. الان اینا رو فقط دارم میگم که باز اینو خیلی دارم تکرار میکنم چون خیلی مهمه. تو همین جملات ساده هم خیلی نکات هست که الان لازم نیست یاد بگیرین، جلوتر یادشون میگیرین. اینا رو فقط دارم میگم که کمی واضح تر بشه و به وقتش یادش بگیریم. اوکی؟ فقط همراهی کنید، کار خاصی لازم نیست کنید. alle im Kurs hören und wiederholen Sie. همه در کلاس گوش کنید و تکرار کنید شما. wiederholen تکرار کردن میشه. dann spielen Sie mit dem Ball. fragen und antworten Sie. حالا میگه که سپس بازی کنید شما با توپ. بپرسید و جواب بدید شما. احتمالاً این چیزی که داره میگه یه توپ، این کارا چی؟ یه توپ میاری سر کلاس، بعد توپ دست هر کی بیفته اون بعد خودش رو معرفی کنه و بعد سوال بپرسه، توپو احتمالاً بده به طرف بعدی. Wie heißt du؟ چی نامیده میشوی تو؟ Ich heiße نینا. من نامیده میشوم نینا. Mein Name ist نینا. اسم، حالا یه اسمی بذارم، اسم من هست یا است نینا. اوکی؟ خب این صفحه چیز خاصی نداشت به جز حالا یه مروری کنیم صفحه رو. Wie heißt du؟ Wie heißen Sie؟ به این حالت wie heißt du بهش میگیم informel که میشه غیر رسمی و wie heißen Sie میشه فرمل رسمی. و اینها هم وفقاگه هامون بودن. خب بریم سراغ صفحه بعد. صفحه 10 هستش و با سرتیتر هالو، سلام شروع میکنیم این صفحه رو. خب was hören Sie؟ was hören Sie؟ هالو oder guten Tag؟ چی میشنوید؟ چی؟ اینجا تحت لفظی پیش بریم یه سری اینا رو اینطور شاید تا این دو تحت لفظی پیش رفتن خیلی کمکم کرد چون خیلی
لغات زیادی میبینیم که باشون آشنا نیستیم. از جنبه قواعدی نمیگم، از جنبه خود لغوی میگم. خیلی خوب میتونیم لغت رو یاد بگیریم. وی ببخشید was hören Sie؟ چی میشنوید شما؟ این واس هم جزء وفق آگامون هستن. هالو سلام، یا اودا به معنای یا هستش. اودا گوتن تاگ روز بخیر. این رو مثلا شما باید با هم یاد بگیرید فعلا. گوتن تاگ اودا گوتن تاگ یا روز بخیر. unterstreichen Sie. خب با هم گوش کنیم و برگردیم. A. Aufgabe 1. 1. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. 2. Hallo, ich heiße Martha. 3. Hallo, ich heiße Emma. 4. Guten Tag, ich heiße Paul Schmidt. خب با هم گوش کردیم و الان برگردیم سراغ اینکه ببینیم چی گفت. یه طور با هم مرور کنیم. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. Hallo, mein Name ist Fabio. اینجا یه چیزی که دارین شما میبینین و چیزی که داره سعی میکنه یکم بهتون یاد بده اینه که Guten Tag موقعی که شما از روز بخیر استفاده میکنید این کمی چی بهش میگن رسمی تر میشه و در نتیجه اسم و فامیل رو بهتره بگید. میتونید هم خیلی راحت بگین که Guten Tag, mein Name ist Human. مثلا اسم من هومنه. ولی روز بخیر من نامیده میشوم هومن لهراسب. میبینید تو خود فارسی هم که میگیم خیلی یکم جنبه رسمی تر داره. این چیزیه که حالا یکم سعی میکنه به صورت غیر مستقیم یاد بده. به هر حال Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. Hallo, ich heiße Martha. جوابی که داشتیم هالو بود. Hallo, ich heiße Emma. سلام، من نامیده میشم اما. و چهارمی Guten Tag, ich heiße Paul Schmidt. و نفر چهارم Guten Tag. Aufgabe 2. Zu zweit hören und wiederholen Sie. دو به دو گوش کنید و تکرار کنید شما. Dann spielen und variieren Sie. سپس بازی کنید و تغییر دهید شما. عملا همین معرفیه، فقط داره میگه که به حالا گوش کنید دو به دو اینها رو با هم عوض کنید که اسامی خودتون رو بذارید به زبون ساده. من این رو اگه ویدیو اول دیده باشین، اول سعی کردم اینا رو با کتاب پیش برم، دیدم خیلی توضیحات چیز داره، نامفهوم داره و هی باید توضیح میدادم وسطش. درش تصمیم گرفتم که به صورت کلی اینا رو اول تو قسمت اول یه سری توضیحات بدم، توضیحات بیسیک بدم تا کار خودمون رو راحت تر کنیم. البته اینا هم رندوم دادم، یعنی چیز خاصی نبود. اوکی. خب Aufgabe 3 تمرین یا حالا تکلیف سوم میشه. Zu zweit دو به دو lesen und ordnen Sie zu. بخوانید شما و مرتب کنید شما. خب اینجا یه چیزی که میبینید این سو چیه؟ شاید بگین، شاید سوالش شاید هم نشه. فقط این رو میگم که آشنا بشید. اینو خیلی دارم تکرار میکنم. خب سو مربوط به اردنن هست. توی آلمانی ما افعالمون نه تنها با قاعده یا بی قاعده است، بلکه افعالمون هم میتونن، نه همه ولی میتونن تقنبا یا اون تقنبا به معنای تفکیک پذیر یا ناتفکیک پذیر باشن. اوکی؟ فعلامون هم میتونن که جدا بشن از هم، تیکه تیکه بشن و اون تیکه بره آخر. اینو فقط دارم میگم که آشنا بشید. اصلا لازم نیست الان حفظ کنید یا یاد بگیرید، چون اینا خیلی قاعده دارن به نسبت.
dann سپس hören und Ah. wiederholen Sie. Aufgabe گوش کنید 3. و تکرار کنید شما. Guten Tag. Wie heißen Sie? میخواید با هم یه دور گوش کنیم ببینیم چی میگه و Guten Tag. برگردیم. Mein Name ist Decker. Martha Decker. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Fabio. Hi, wie heißt du? Hi. Ich heiße Martha. خب گوش کردیم و عملا فقط اینا رو خوند و تنها چیزی که میتونیم الان تنها چیزی که الان باید انجام بدیم مرتب کردنه که چیز خاصی نیست. فقط باید اینا رو به یکی از این تصاویر بس کنیم و هیچ نشانه خاصی هم نبود، فقط از تصاویر رو باید حدس بزنیم، چیز خاصی نیست. Guten Tag, wie heißen Sie؟ روز بخیر، چی نامیده میشوین شما؟ خب خیلی مؤدبانه داره صحبت میکنه، در نتیجه میتونه تصویر 3 باشه. میبینید که طرف خیلی رسمی پوشیده و کمی هم سن و سال بهش میخوره، در نتیجه مثلا حدس میزنیم که این سی هستش. Hallo, wie heißt du؟ Mein Name ist Fabio. میبینیم که مثلا الان این یکم حالا خودمونی تره ولی یکم هم رسمی تره. های خود های که داریم اینجا میبینیم این دیگه خیلی خودمونیه. در نتیجه مثلا این میتونه برای سنین پایین تر باشه. مثلا الان این های مثلا میتونیم بگیم این تصویر آ هستش و این تصویر مثلا ب هستش. هر چیزی که شما نوشید مهم نیست، این اصلا چیز خاصی نداره، فقط داریم انجامش میدیم جهت این که انجامش داده باشیم چون تکلیفه، یعنی خواسته که انجام بدیم. خب Aufgabe 4. Lesen und hören Sie 3 noch einmal und ergänzen Sie. بخونید و گوش کنید شما 3 رو دوباره یا یک بار دیگر و کامل کنید. حالا ما باید این شماره 3 رو یا حالا صوت خودش گفته صوت 5 رو تو صوت 6 هم گذاشته. این رو گوش میکنید و حالا باید اینا رو دیگه کامل کنید. کارشون هم کردیم با هم. صرف فعل پایسن هست که خودش هم گفته زی چیه؟ هایسن کامل می نویسیم یا مثلا my name ist Fabio. اینجا هم وفقاگه با وی هستش. Wie heißt du؟ Wie heißen Sie؟ اوکی؟ خب تمرین 5 Aufgabe 5 zu zweit du oder sie. 2 به 2 تو یا شما. حالا اینجا چیزی که داره میگه کپف oder Zahl همون شیر یا خط خودمونه که به آلمانی میشه سر. کپف سره، سر یا عدد. کپف oder Zahl spielen und variieren sie. بازی کنید و تغییر دهید شما. حالا دیگه مثلا سر رو میگیم که اسمه و عدد هم و خطمون هم اسم و فامیل با همه. همین فرمل و این فرمله که اینجا هم داریم میبینیم توی اکسترا نوشته. دو این فرمل و زی فرمل. فرنامه و نخنامه. اینجا هم چیزی که هست فرنامه، این هم تو توضیح بدم. فرنامه میشه اسم کوچیک و نخنامه میشه فامیلی. اینجا میتونم الان اینطور بنویسم، بیام کنارش بنویسم Mein Vorname ist Human. Mein Nachname ist Lohrasp. اسم کوچک من هست هومن. اسم فامیلی من هست لوهراسپ. اوکی؟ دیگه فکر کنم این همه چیز توی این صفحه بود و بریم سراغ صفحه بعد. این صفحه آخر از سکشن آ هستش و انتهای این ویدیو میشه. اوکی؟ خب Aufgabe 6 zu zweit wo ist das؟
دو به دو اینجا کجاست؟ hören und unterstreichen Sie. گوش کنید و خط بکشید زیر شما. اینجا حالت شما دارین یه تصویر میبینید ولی به این تصویر مربوط نیست. یه دیالوگ پخش میشه. باید بگین که این دیالوگ آیا دو تا دیالوگ پخش میشه. باید بگین که حالا توی مثلا دیالوگ 1 جایی که هستش دویچ کورسه یا میتینگه. بریم با هم گوش کنیم و برگردیم. A. Aufgabe 6 und 7. Dialog 1. Hallo, ich heiße Nina. Und wie heißt du? Hallo Nina, ich heiße Emilia. Dialog 2. Guten Tag, ich heiße Nina Evans. Und wie heißen Sie? Guten Tag, Frau Evans. Mein Name ist Emilia Lorenz. خب با هم گوش کردیم و توی این صوت از نکته که بعد برداشت میکردیم که این آیا دویچ کورس که به معنای کلاس آلمانیه و یا یه میتینگه بر اساس دو که فرمل و زی این فرمل و حتی معرفی کوتاه یا کامل اسم بود که توی اولی خیلی خودمونی بود در نتیجه این میشه دویچ کورس و توی دیالوگ دوم خیلی رسمی بود و که میشه میتینگ. خب صوت هفتم یعنی در از Aufgabe 7 همون صوت هفت رو هم داره استفاده میکنه. alle im Kurs همه در کلاس. lesen und hören Sie گوش بخوانید و گوش کنید شما. schreiben Sie Vor- und Nachname auf die Rückseite des Namensschildes. Gehen Sie umher und spielen Sie. Wechseln Sie zwischen vorne und hinten. چیزی که داره میگه اینه که حالا بیا خلاصه بگم اینه که شما یه برگه برمیدارید و روی این برگه میاین یه صفحه اسم و یه صفحه فکر میکنم همچین چیزی داره میگه یه صفحه اسم و یه صفحه اسم و فامیلتون رو مینویسید و میگه که حالا شما دور میزنید و بازی میکنید و عوض میکنید این برگه ها رو با هم در از پشت و روشون رو با هم عذرخواهی میکنم و حالا دیگه معرفی میکنید از این بازی ها. میخوایم تحت لفظی هم ببخشید لغت به لغت هم ترجمه کنیم. schreiben Sie بنویسید شما Vor- und Nachname. میبینید که اینجا نیومده کامل بنویسه. این چیزیه که شما به وفور خواهید دید توی آلمانی که میان مثلا اینایی که الان اشتراکی نامه هست دیگه به جای اینکه بگه که به جای اینکه بیاد اینطور بنویسه Vorname und Nachname اسم و فامیل این رو میاد کوتاه‌ترش میکنه Vor- und Nachname به این صورت نوشته میشه. این چیزیه که شما این رو به وفور میبینید و این یا حالت نگارشیه چیز خاصی نیست. خب Vor- und Nachname auf die Rückseite des Namensschildes روی پشت یه اسم از این برگه ها. حالا Namensschildes این به این برگه ها داره اشاره میکنه که اسم روش مینویسیم. نمیدونم کلمه براش داریم یا نه. Gehen Sie umher دور بزنید شما و und spielen Sie و بازی کنید. Wechseln Sie zwischen vorne und hinten و عوض کنید بین رو و پشت برگه. همون پشت و روش باید بنویسید. خب این چیز خاصی نیست. میتونید شما تمرین کنید اینا رو با خودتون اصلا تو خونه و خودتون رو کامل معرفی کنید. یه فرد دیگه هم بیارید بشینید معرفی کنید خودتون رو باش. خب Aufgabe 8 تمرین 8 hören Sie und ordnen Sie zu گوش کنید و مرتب کنید. اینجا الان صوت رو با هم گوش میکنیم و برمیگردیم. این چند صفحه خیلی صوت داره بکنم بخاطر اینکه درسی اوله. به هر حال با هم گوش کنیم و برگردیم. A. Aufgabe 8. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. خب گوش کردیم و اینجا عملا داره چند تا از حالتهای روز رو میگه.
گوتن موگن که میشه صبح بخیر و خب برای خود صبح و گوتن تاگ روز بخیر که حالا تصویر دوممون میشه. اگه بتونم این رو خوب بنویسم خیلی خرسند میشم. گوتن تاگ قابل قبوله، خلاص. و گوتن آبند عصر بخیر. گوتن آبند. این قلمی که دارم خیلی سرعتش زیاده و نمیدونم چطور سرعتش رو کم کنم، برای همین یکم اذیت میشم تو موقع نوشتن. به هر حال آنچنان مهم نیست. میبینیم گوتن موگن به معنای صبح بخیر هستش، گوتن تاگ روز بخیر و گوتن آبند عصر بخیر. خب Aufgabe 9. hören Sie noch einmal und wiederholen Sie. گوش کنید شما یک بار دیگه و تکرار کنید. احتمالاً همین رو چیز کنه، ولی خب هر چیزی که میگه شما فقط با هم تکرارش کنید. Aufgabe 10. alle im Kurs. Ihre Lieblingszeit. میگه که همه در کلاس. Lieblingszeit میشه موقعیت مورد علاقه روزتون. شما از چه موقعی از روز خوشتون میاد؟ حالا اینجا داره میگه Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Malen und schreiben Sie auf eine Karte. نقاشی کنید و بنویسید شما روی یک کارت. Suchen Sie Personen mit den gleichen Karten und grüßen Sie. و جستجو کنید شما افرادی رو با کارت مشابه و معرفی کنید. چرا اینطور شد؟ و معرفی کنید خودتون رو. حالا اگه بخوایم هم لغت به لغت پیش بریم، من این رو قرمزش کنم. خب مالن به معنای نقاشی کردنه. مالن und schreiben Sie نقاشی کنید و بنویسید شما روی یک کارت. جستجو کنید suchen Sie شما افرادی رو Personen جمع پرزون هست با mit der gleichen Karte با کارت مشابه و und grüßen Sie معرفی کنید خودت شما رو، یعنی معرفی کنید خودتون رو. خب Guten Morgen نینا. Guten Morgen Frank. یعنی عملا فرض بگیرید که توی اون موقع روز هستین، یه همچین چیزی. Zu zweit دو به دو hören und sortieren Sie. دو به دو گوش کنید و مرتب کنید شما. Dann lesen Sie. الان این صوت پخش میشه، بعد بگیم که ترتیب کدوم به کدومه و بعدش هم بخونیمش. یا دو گوشش بدیم و برگردیم. A. Aufgabe 11. Guten Tag, Frau Decker. Das ist Herr Kopp. Guten Tag, Herr Kopp. Guten Tag. خب با هم گوش کردیم و برگشتیم. ترتیبش هم بر این اساس بود. اگه فقط سریع حلش کنیم، تمامش کنیم. Guten Tag. Guten Tag, Frau Decker. Das ist Herr Kopp. Guten Tag, Herr Kopp. این دومی بود. و Guten Tag. این سومی. الان هم اینجا هم در رابطه با جنسیت ها گفته، چیزی که اون اول گفتیم. خب Aufgabe 12. Hören Sie. Wer sagt was? کی گفت چی؟ Ordnen Sie zu. مرتب کنید شما و und schreiben Sie و بنویسید. Dann hören Sie noch einmal و یک بار دیگه سپس گوش کنید شما یک بار دیگه und prüfen Sie و بررسی کنید شما. این دیگه رو خودتون گوش کنید، ولی حدس میزنم باید بر این اساس باشه. Hallo Martha, das ist Fabio. Hallo Fabio. Hallo Martha.
حالا اینجا هم دارید میبینید که برای معرفی شخص ثالث از das اینجا استفاده میکنیم. Das ist وقتی که طرف جلومونه میگیم که das ist این هست فلانی. حالا اینجا این نکته رو میخواد یاد بده. Das ist فابیو. خانومه داره فابیو رو به مارتا معرفی میکنه. خب ببینیم چی میگه. حالا Aufgabe 13. Ja, das kann ich. Zu dritt, 3 spielen Sie den Dialog in 12 und variieren Sie. میگه که 3 بازی کنید شما دیالوگ 12 رو و تغییر دهید. همین فقط افراد رو باید به هم معرفی کنید. حالا احتمالا شما تنها دارید این رو گوش میکنید ولی وقتی که تو کلاس باشید باید هم دیگه رو به هم معرفی کنید. خب این دیگه آخرین صفحه سکشن آ میشد اگه اشتباه نکنم. بریم ویدیو بعدی. امیدوارم که این مفید واقع شده باشه و خداحافظ.